امروز ارزون ترین ماشین کنترلی توی بازار رو پیدا کردم واسهتون. یه لند کروز حرفه‌ای. بیاین با هم بازش کنیم ببینیم چی توشه. بریم. چیه این تو؟ ماشین کنترلی حرفه‌ای چه حالی میده. بچه‌ای که لند کروز دوست دارن سلطان رو تو کامنت ها بنویسن واسم. من اینو تو آف بلک فرایدی گرفتم 5900. حالا نمیدونم امسال که تو بلک فرایدی ترکوندن همه. ان شاءالله که تخفیف خوردهش 5900. فکر نکن. چقدر چسب زدیم بهش. شما چسب فقط. اوه ببینید چی اینجاست. این که کنترلشه خیلی هم مشتی پلاستیکیه، ولی خب واسه این قیمت خوبه دیگه. خدایی الان ماشین کنترلی حرفه‌ای اصلا این قیمتا وجود نداره تو دنیا. خود سلطان رو در بیاریم ببینیم چه شکلیه. اوه چه هیجانی داره. اوه ببینید کی اینجاست. به به ماشین حرفه‌ای به خاطر ایناسا. کمک فنر داره، دیفرانسیل داره. و میدونی اینا ارزونیش به خاطر اینه که همه این قطعاتش پلاستیکیه و بعدن شما این قطعاتو میتونی فلزیشو بگیری که قیمتش هم خوب بالاه. من که نیستم. اینجا مثلا نوشته کمک فنر مثلا روغن داره، این توش روغن، یکی اکسلاش فلزیه، میلنگش هم فلزیه. قیافش که خیلی باحاله. خب بریم روشنش هم بکنیم ببینیم چیه دیگه. اوه یه سری نمود دستگاه هم داره. صبر کنی. اوه ای ولی اینا دادم بهش وصل کنی. خدایی ترتمیزه. قیمتش هم خوب بالاه. من که نیستم. بندازم پشت وانت. اوه برفاک کن و این چیزا داره. باید اینا رو هم بچسبونیم. برچسب هم کلی داره. شاید همه برچسباشو استفاده نکنم ولی ببینیم حالا آخرش چی میشه. وای علامت تویوتا داره. دفترچه راهنماه. کی به کی روغن هم وصل کنیم چیکار کنیم. باتری تو کاپوت میخوره بچه‌ها. باز نمیشه. آخه باتری کوچولویی هم داره. مال کجای ماشینمونه بنده؟ واسه بغلشه اینجاها. داره که اینا. نه اضافه دادن. از حالا وصلش میکنم ببینیم چه جوری میشه. بچه‌ها این جینگولکای اینو وصل کردم. الان دیگه آینه بغل داره، دستگیره داره، بیلک داره، عقبش داستان داره و اینا. برفاک کن زدیم واسه. جالبه شیشه‌اش رد برفاک کنم داره اینو میبینیم یا نه؟ خیلی بامزه است. قیمتش هم خوب بالاه. من که نیستم. خب حالا بریم روشنش کنیم ببینیم چی میشه. همیشه یادتون باشه تو ماشین کنترلی اول باید کنترلرش رو روشن کنیم وگرنه ماشینتون دیوونه میشه. کنترلرش روشن شد. خود ماشینم روشن میکنی. باتری وصله. به چراغ داره بچه‌ها. مزه است خدایی. همین برچسب هم داشت. حالا نمیدونم باید فکر کنم اینا کدومشو بچسبونم روش. کم باشه راه بریم ببینیم چه جوری هست. ای وای میفته. خیلی باحاله. چه راهنما میزنه. خیلی هم خوب. نگاه کنی. خیلی باحاله. دنده عقب هم میره. چراغ دنده عقب. چی؟ بعد 2 تا سرعت داره. یه الان سرعتیه. اینو که میزنی ماشین قدرتی میشه. صخره بره بالا. جون قدرتیش. بامزه بود. از یکم صخره بیارم از صخره بریم بالا. من رفتم یه 2 تا صخره مجازی آوردم. اینا صخره نیست کوسنه. ولی دیگه حالا سری بعدی میبرمش تو جنگل واسهتون اگه دوست داشتین ببینید تو جنگل چیکار میکنه. پس واسم تو کامنت ها بنویسین اگه دوست داشتین سلطان رو ببرم تو جنگل. بریم صخره رو ببینیم چه میکنه. راهنما میزنه. مرسی میکنه. دیوونه است این ماشین. عالی نیست. مسیری نیست که نتونه بره. امیدوارم مامانم نبینه دارم با کوسناش این کارا رو میکنم. نظرتون رو بهم بگین. دوست داشتین واقعا یا نه؟ خدایی من خودم خیلی باش حال کردم. قیمتش هم خوب بالاه. من که نیستم. کودک درونم داره بالبال میزنه. لاستیکو ببین کمک فنر رو ببین آخه. نگاه کن پرایدام اینجوری نی. حالا بچه‌ها ببینم اگه بشه دمو دستگاهشو بخرم آهنیش کنیم میتونیم بریم مسابقه هم شرکت کنیم باش. خیلی هم خوب. دوست داشتین بازم ویدیو ماشین کنترلی بذارم واسم بنویسین. میبینمتون. چشمک بزن با بچه‌ها. بای کن. بای